عرض ادب، خسته نباشین خدمت همراهان و فالووران همیشگی فروشگاه مستر سیستم. امروز اومدیم با مقایسه رادیو فلش و پخش حرفه‌ای یا همون هد یونیت. ببینید دوستان، اینجوری باید بهتون بگم که رادیو فلش ها در دنیای کار رادیو امروز از امکانات خیلی بالایی برخوردارن و دارای قابلیت‌هایی مثل بلوتوث، آوکس و پخش رادیو اف ام و ای ام هستند، اما فاقد اکولایزرهای حرفه‌ای هستند. از نظر ساختار بدن یک ساختار خیلی متوسط و معمولی هستند که برای سیستم‌های معمولی و رده پایین پیشنهاد میشن که قیمت خیلی پایین‌تری هم نسبت به پخش‌های حرفه‌ای دارن. اما خب باید این هم در جریان باشیم که پخش‌های حرفه‌ای مثل برندهایی مثل کنوود، پایونر، جی بی سی و حتی سونی پشتیبانی از فرمت‌های خیلی حرفه‌ای MP3 و فرمت‌های مختلف موسیقی رو انجام میدن. دارای اکولایزرهای حرفه‌ای هستن، خروجی RC از اتصال به آمپلیفایر و ساوا هستن، کیفیت صدای خیلی بهتری دارن، ساختار بدنشون خیلی مهمه که باعث طول عمر بیشتر اونها میشه و خروجی صدای خیلی بهتری داریم. همینطور که میدونید صدای شفاف و قوی تری دارن که مناسب برای سیستم های خیلی سنگین و قوی هستن و قیمت خب معمولا بالاتری هم دارن. اما در دنیای کار رادیو امروزه باید اینجوری بهتون بگم که رادیو فلش ها دارن کم کم جایگزین پخش های حرفه‌ای میشن با قیمت خیلی خیلی پایینتر و مناسبتر، ولی خب نمیشه از کیفیت برند محبوبی مثل کنوود چشم پوشی کرد. با تشکر.